برو گورا، برو. نجوایی که گورا تیواری در یکی از مکانهای تسخیر شده شنید و افریتی که هرگز او را رها نکرد. گورا تیواری بازیگر بالیوودی که رسیدگی به مسائل پارانورمال را به بازیگری ترجیح داد و به گفته خودش به دنبال آنچه دیگران نمی‌روند رفت. او به آمریکا رفته و پس از ملاقات با افراد علاقه‌مند دیگر اقدام به تهیه تجهیزات لازم جهت ثبت وقایع پارانورمال کرد و سال 2009 به هند بازگشت و اقدام به تأسیس شبکه تلفنی به نام مرکز پارانورمال هند کرد. در ابتدای کار مورد سرزنش جوامع علمی هند قرار گرفت، اما پس از مدتی تماس‌ها با این مرکز به حدی رسید که مجبور شدند عضوهای دیگری هم اضافه کنند. در سال 2014 بود که او و تیمش به شهرت بین‌المللی رسیدند و او در اروپا، استرالیا و آمریکا برنامه‌های بسیاری اجرا کرد. گورا انسان نترسی بود و در بیمارستان‌ها، آسایشگاه‌ها و زندان‌های متروکه می‌خوابید و توانست ثابت کند فعالیت‌های فراتبیعی خاصی در این اماکن در جریان است. در نهایت این اقدامات هدیه شومی برایش به ارمغان آورد. او که 5 ماه از ازدواجش می‌گذشت، در حضور پدر، مادر و همسرش در خانه در حال دوش گرفتن، به عجیب‌ترین شکل ممکن به ناگاه جان سپرد. عجیب‌تر از این مرگ غیرقابل توضیح، این که همسرش گفت گورا گفته بود که احساس می‌کند چیزی در تعقیبش است و او به هیچ وجه احساس راحتی ندارد.